Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and he values, what we به اندیشه من پیام رئیس جمهور به شرح نیاز ندارد. یعنی رئیس جمهور از رفتار پاکستان خسته شده است. پاکستان به گروه‌های تروریستی پناهگاه می‌دهد و انتخاباً بعضی از گروه‌های تروریستی را تعقیب می‌کند و بعضی دیگر را به حیث ابزار سیاست خارجی به کار می‌برد. رئیس جمهور با مردم پاکستان همدرد است، بخصوص برای آنکه از دست تروریستان رنج کشیدند. ما باید حالا به همکاری واقعی شروع کنیم که وضع افغانستان را به اعتدال بیاریم و از راهی که به منفعت مردم پاکستان هم باشد. آنچه ناامید کننده است، عملکرد پاکستان بر ضد منافع خود مردم است که گروه‌های افراطی را انتخاباً تعقیب می‌کند و به طالبان پناهگاه‌های امن می‌دهد و کمک می‌کند. همچنین بر رهبران شبکه حقانی اجازه می‌دهد که در پاکستان فعالیت کنند و بعضی از قسمت‌های کشور و افغانستان را به دوزخ تبدیل می‌دهند. من سالها پیش با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه به پاکستان رفتم وقتی که او خبر اختصاصی 7 میلیارد دلار را به آنها میرساند. این پول زیاد است ولی پاکستانی ها از آن ناراضی بودند که ما میخواستیم بدانیم پول را چگونه خرج میکنند. به نظر من این خواسته درست بود ولی از طرف دیگر اگر شما به این کشور را کمک نکنید کشور دیگر به میان می‌دراید و این خطر است. Well, I don't think who's going to step in now, I think, and want Pakistan to continue its support for terrorist groups. به اندیشه من کسی نمی‌آید. من فکر می‌کنم که پاکستان می‌خواهد حمایت از گروه‌های تروریستی به مثل گروه حقانی و طالبان را ادامه دهد. این البته به نفع چین نیست. چین در مرز جنوبیش مشکلات تروریستان را دارد که به پاکستان ارتباط می‌گیرد. چین به میان نمی‌دراید چون نمی‌خواهد که پاکستان چنین روش را ادامه بدهد. بعضی از گروه‌ها را انتخابی تعقیب کند و دیگران را به حیث ابزار سیاست خارجی استفاده کند. همین گونه من معتقدم که پاکستان نمی‌خواهد کشوری رد معرکه باشد. پاکستان کشوری دارای امکانات فوق‌العاده اقتصادی و انسانی است. برای همین ما می‌خواهیم پاکستان با نظرداشت منافع خودش عمل کند، تعقیب انتخابی را خاتمه بدهد، با آنها پناهگاه ندهد و حمایت رهبران آن گروه ها را بس کند. And to stop providing safe havens and support bases and other forms of support for leadership. Pakistan is a nuclear country. پاکستان کشوری دارای اسلحه اتمی است و با کره شمالی هم در گذشته در این زمینه ارتباط داشته است. آنها مگر نمیتوانند اسلحه را به حیث ابزار فشار به کار برند؟ به نظر من این کاری عاقلانه نخواهد بود. من تصور نمی کنم که رهبران پاکستان اسلحه اتمی را برای تهدید و تمجید استفاده کنند.